با سلام و درود خدمت تمام دانش آموزان عزیز. تو ادامه تدریس حسابان 1 فصل 5 میرسیم به درس 3. عنوانش هست قضایای حد. بچه ما تا قبل از این حد یه تابه رو توی نقطه میخواستیم حساب کنیم، یه جدول میکشیدیم، حدس میزدیم یا شکلش رو رسم کردیم. هر دوتا کار هم کار ساده ای نبود و اصلا فرایند خیلی جا برعکسه. ما داریم مقدمات اینو یاد میگیریم که حد رو حساب کنیم که بعد بریم به سمت این که بتونیم نمودار تابع هم رسم کنیم، نه اینکه حالا نمودار رسم کنیم بعد در روی نمودار بخوایم حد رو حساب کنیم. بعد تو ریاضی هم میدونیم که تمام کارهایی که انجام میدیم، مراحلی رو که مینویسیم، به یکی از این سه شرط معتبرن. یا کاری که انجام میدیم بگیم به اعتبار یه تعریفه، حالا یه تعریفی که استانداردش باید مشخص باشه تو چه حوزه‌ایه. مثلا بعضی تعاریف استاندارد جهانی هستند، مثلا تعریف تابع قدر مطلق، اینکه تابعی که میشه x برای x بزرگتر مساوی 0 منفی x برای x کوچکتر از 0 یه تعریف جهانیه. یا بگیم یه اصله که گزاره‌های درستی که اثباتش رو پذیرفتیم، درستیشون رو پذیرفتیم بدون اثبات، یا اینکه بگیم به قضیه است. حالا ما میخوایم توی بحث حد بگیم که یه سری قضیه عنوان میکنیم که گفتیم متاسفانه بدون اثبات میپذیریم، ولی اثبات دارن که اثباتش ان شاءالله توی دانشگاه باشون آشنا میشید که بتونیم باش حد حساب کنیم بدون رسم شکل، بدون رسم جدول. خب بریم سراغ کتاب طبق روال همیشگیمون، ببینیم کتاب چگونه بحث شروع کرده، با چه فعالیتی. از یه تابع ثابت شروع کرده. میگه بچه تابع ثابت fx مساوی 3 دوم رو در نظر بگیرید. ما تو هر نقطه‌شو در نظر بگیریم مثل منفی 1، x ها رو که به منفی 1 نزدیک میکنیم y ها خب اصلا خود 3 دومن. فاصله y از 3 دوم اصلا صفره، نه تنها کمتر از هر عدد دلخواه مثبتیه که دقیقاً صفره. x به سمت رادیکال سم بره همینطور، جوابش میشه 3 دوم، هیچ فرقی نمیکنه. پس یه نتیجه میگیریم، به نظر میرسه حد تابع ثابت میشه خودش. البته این نتیجه فراتر هم میره که تو فعالیت بعد این دیده میشه. پس این میشه 3 دوم، این هم میشه 3 دوم، هیچ فرقی نداشت برای تابع ثابت. اما تابع بعدی تابع ساده همانی. باز بعد از تابع ثابت تابع همانی خیلی تابع ساده بود، تابعی که خروجی با ورودی برابره. میگه فرض کنید g تابع همانی باشد، یعنی برای هر عدد حقیقی x داشته باشیم g(x) مساوی x. میگه با توجه به نمودار مقدار حدهای زیر را حساب کنید. خب بچه از دو طرف به رادیکال 3 نزدیک بشیم، خروجی ها به رادیکال 3 نزدیک میشن. از دو طرف به منفی 1 نزدیک بشیم، خروجی ها هم به منفی 1 نزدیک میشن. پس این اتفاق میفته که حد gx به سمت منفی 1 میشه منفی 1، حد gx به سمت رادیکال 3 بره میشه رادیکال 3. حواسمون هست بچه ها تابع gx مساوی x تابع همانیه. حالا اینجا اولین قضیه رو که خیلی ساده است که بعد جلوتر ما کلی‌تر اینو میگیم که اینو در بر میگیره رو عنوان میکنیم. میگه آقا اگر تابع fx مساوی c باشه، حد این تابع در هر عدد دلخواهی مثل a همون مقدار ثابت cه. لیمیت fx x به سمت a بره میشه c اگر c عدد ثابت باشه. میگه اگر تابع همانی هم باشه، حد این تابع تو هر عدد دلخواه مانند a برابر a میشه. لیمیت gx x به سمت a بره میشه a، همون با مقدار تابع برابره. حالا اومده دو تا تابع دیگه مثال زده، یه تابع خطی چند جمله‌ای درجه 1 و یه سهمی چند جمله‌ای درجه 2. بعد اومده اینا رو مورد مطالعه قرار داده که حداشون رو توی نقطه حساب کنه. بعد اینا رو با هم جمع کرده، حداشون رو حساب کرده تا نتیجه‌ای که میخواد رو بگیره. ما یه ذره بریم سراغ این نتیجه که فوق‌العاده قضیه مهمی است ولی بدون اثبات میپذیریم. میگه اگر دو تابع f و g در نقطه A حد داشته باشن، بچه این فرض خیلی مهمه، میدونیم که حد دارن. اگر یکیشون حد نداشته باشه یا دوتاشون هم حد نداشته باشن داستان فرق میکنه. میگه تابع fx تو A حد داره، حدش L1، تابع gx هم تو A حد داره، حدش L2. پس هر دوشون توی A حد دارن.
میگه در این صورت لیمیت fx به علاوه jx وقتی x به سمت a میره با لیمیت fx به سمت a میره به اضافه لیمیت jx به سمت a میره برابره. یعنی L1 به علاوه L2. یعنی فارسی رو میخوایم بنویسیم بچه ها چی میشه؟ فارسیش میشه حد حاصل جمع برابر میشه با حاصل جمع حدها. حد حاصل جمع مساوی میشه با حاصل جمع حدها. بچه از الان قضایی‌ها رو داریم ابتدای کار مطرح میکنیم، خیلی خوب سعی کنید یاد بگیرید. بچه لیمیت پشت یه جمعه، میگه به شرط این لیمیت رو میشه پخش کرد، همیشه نمیشه، به شرطی میشه پخش کرد که حد تک تک اینا رو اطلاع داشته باشی موجوده. حد fx موجود باشه، حد jx هم موجود باشه. اون وقت در مورد تفریق هم همینطوره. لیمیت fx منهای jx به سمت a بره میشه لیمیت fx به سمت a منهای لیمیت jx به سمت a. پس میشه L1 منهای L2. حد حاصل تفریق میشه حاصل تفریق حدها به شرطی که حد تک تک موجود باشه. همینطور در مورد حاصل ضرب، حد حاصل ضرب میشه حاصل ضرب حدها به شرطی که حد تک تکشون موجود باشه. ولی بچه عکس این قضیه درست نیست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه حاصل ضرب دو تا تابع توی نقطه حد داشته باشه ولی تک تکشون حد نداشته باشن. ممکنه حاصل جمع دو تا تابع حد داشته باشه ولی تک تکشون حد نداشته باشن. حالا جلوتر بریم مثالش رو میبینیم. در مورد تقسیم خیلی قضیه جدی تر میشه. حد خارج قسمت میگه به شرط آنکه L2 مخالف صفر باشه، یعنی حد مخرج مخالف صفر باشه، حالا میشه گفت لیمیت fx به jx به سمت a میره میشه لیمیت fx به سمت a تقسیم لیمیت jx به سمت a. یعنی L1 به L2، یعنی حد حاصل تقسیم برابر میشه با حاصل تقسیم حدها. اینجا باز تأکید کنیم که L2 مخالف صفره. بچه این خیلی بحث مهم و جدیه. نگاه کنید چون خیلی حد توابع کسری داریم، جدی ترین حدایی که داریم حدیه که پشت کسر قرار میگیره. ببین قضیه حرف ساده ای رو میزنه، میگه یه حد پشت کسره، به شرطی میتونی بگی حد صورت تقسیم بر حد مخرج که 3 تا شرط برقرار باشه. اون 3 تا شرط چیه؟ 1. حد صورت موجود باشه. 2. حد مخرج هم موجود باشه. خب این 2 تا شرط مشترک بود برای جمع و تفریق و ضرب. و 3. حد تقسیم، حد مخرج مخالف صفر باشه. در غیر این صورت دیگه به این قضیه ربطی نداره. یعنی دیگه تو حق نداری از این قضیه استفاده کنی، چون وقتی فرضیه قضیه برقرار نیست خب نمیتونی ازش استفاده کنی. مثلا میگم حالا با توجه که یه مثال چند جمله درجه 1 داشتیم، به نظر اومد حد تابع چند جمله با مقدارش برابره. مثلا وقتی میاد میگه که لیمیت x به علاوه 1 به x منهای 2 رو حساب کن وقتی x میره به سمت 2، میگیم بچه الان حد صورت چنده؟ حد صورت موجود 3، حد مخرج هم موجوده چنده؟ 0. میگیم پس حق نداریم بگیم اینا حد صورت تقسیم بر حد مخرج، حق نداریم بگیم. خب یا حتی اگر این مدل باشه که تو درس بعدی خیلی باش سر و کار داریم، مثلا میگه لیمیت x2 منهای 4 به x منهای 2 وقتی x میره به سمت 2. بچه ها الان حد صورت چنده؟ x2 منهای 4. حالا تو x2 دیدیم دیگه حدش با مقدارش برابر بود، پس x2 منهای 4 میشه 4 منهای 4 میشه 0. حد مخرج هم 0. حد صورت موجوده، ایول حد مخرج هم موجوده و 2 تا شرط برقراره، اما حد مخرج 0. پس ما حق نداریم بگیم این میشه حد صورت به حد مخرج. این لیمیت، حالا این حد اصطلاحاً پشت این کسر قفل میشه. حالا یا باید از یه قضیه دیگه استفاده کنیم یا با عبارتهای جبری و ساده کردن اینو از این حالت خارجش کنیم. دیگه این قسمتش به این قضیه ربطی نداره. لیمیت پشت این کسر قفل میشه، دیگه پخش نمیشه. چرا؟ چون این شرطش برقرار نیست. L2 مخالف صفر نیست.
داریم تلاش میکنیم بحث اصولی یاد بگیریم. از این حالتهایی که صفر حدی، صفر مطلق و صفر مثبت و صفر منفی، اسیر اینا نشیم که بعداً دچار مشکل بشیم. بریم ببینیم کار در کلاس چی گفته بچه‌ها. کار در کلاس گفته فرض کنید که لیمیت f(x) به سمت a میره موجود و c عدد دلخواه است. با استفاده از قضایای فوق توضیح دهید چرا تساوی‌های زیر برقرار است. خب بچه‌ها همین الان دیدیم که تابع jx اگر ما بگیریم c، تابع jx برای قسمت الف اگر بگیریم c، میدونیم لیمیت jx x به سمت a بره میشه c. اینو تو قضایای اول داشتیم، حد تابع ثابت با خودش برابره. پس اینجا مثل حاصل ضرب دو تا تابع است که میدونیم حد تک تکشون موجوده، پس میشه حد jx ضرب در حد fx. حالا حد jx هم cه، پس بله لیمیت c fx به سمت a بره با c لیمیت fx به سمت a بره برابره. البته اینجا باید قید میکرد که c مخالف صفره، چون ممکنه حد fx به سمت a بره موجود نباشه، ولی خب c fx بشه صفر، حدش موجود صفره، با شرط c مخالف صفر. یا این یکی میگیم لیمیت fx به توان 2، لیمیت fx به توان 2 وقتی x به سمت a میره، خب توان 2 یعنی لیمیت fx ضرب در fx. خب خود فرض مسئله گفته که این حد موجوده، پس حد پخش میشه تو حاصل ضرب، میشه لیمیت fx x به سمت a بره ضرب در لیمیت fx x به سمت a بره، پس میشه سمت راست تساوی، میشه لیمیت fx به سمت a بره به توان 2. با استفاده از قضیه حاصل ضرب رفتیم. یا لیمیت منفی fx میشه منفی لیمیت fx. خب اینجا c رو بدید منفی 1 دیگه. دقیقاً توجیه اینه که چرا این برقراره. یا لیمیت 1 به روی fx x به سمت a بره، حد صورت موجوده یکه، حد مخرج هم طبق فرض موجوده، با فرض اینکه حد مخرج مخالف صفره، حد حاصل تقسیم میشه حاصل تقسیم حدها. پس بچه نگاه کنید، هی داره ابزار کار ما بیشتر میشه که بتونیم حد باش حساب کنیم، ولی نکته مهم اینجاست که ما بدونیم که چجوری به استناد چه قضیه این باید تو ذهن ما حداقل بیاد. نباید با این شرایط باشه که همینطوری الکی واسه خودمون یه چیزو بنویسیم. اگه به خصوص بعضی وقتا بچه‌ها یه چیزی رو الکی می‌نویسن، خدا نکنن به جواب درست برسن، بیچاره ایم. حالا هر چی بگیم راهت غلطه، میگه آقا راهم غلطه که غلطه، جواب درسته، میگه خب تصادفی به جواب درست رسیده، تو نمیتونی از این راه حل دفاع کنی. یه تذکر داده، میگه قضیه قبل رو میتوان برای 3 تابع یا بیشتر هم گفت. بله، جمع n تا تابع اگه بدونیم حد تک تکشون موجوده، میشه حاصل جمع حدها L1 به اضافه L2 به اضافه L3 تا LN. همینطور در مورد ضربشون هم این نکته صادقه. پس اونی که برای توان 2 ساده کردیم، اثباتش کردیم، برای توان n هم میتونیم اثبات کنیم. و این دلیلی شد که میگه آقا مگه من اثبات نکردم حد fx مساوی x میشه خود، البته بیان نکردم تو قضیه، اثبات که نکرد، میشه a. پس حد x به توان n هم میشه a به توان n. چقدر قشنگ گسترشش داد. یه مثال جالب میزنه از این که دو تا تابع دو ضابطه‌ای داده. میگه دو تابع یک منهای x2 برای x کمتر از 2 و x منهای 5 برای x بزرگتر مساوی 2 و jx3 برای x کوچکتر از 1 و 4 منهای x برای x بزرگتر مساوی 1 رو در نظر بگیرید. میگه حد توابع f به اضافه g، f منهای g، f ضرب در g، f تقسیم بر g رو در نقطه 2 به دست آورید. اول ببینید خودشون حد دارن. اگر خودشون حد داشته باشن دیگه لازم نیست اون توابع رو تشکیل بدیم. حد حاصل جمع میشه حاصل جمع حدها، حد حاصل تفریق میشه حاصل تفریق حدها و الی آخر. اما وقتی میریم سراغ این،
تو نقطه 2 از چپ به 2 نزدیک بشیم از این حدش حساب میشه 1 منهای 4 منفی 3. از راست هم نزدیک بشیم 2 منهای 5 منفی 3. پس بله حد f توی 2 موجوده و چقدر؟ منفی 3. توی 2 jx چطور؟ میگیم که تو همسایگی محذوف 2 فقط تابمون 4 منهای x. چه از مقادیر بزرگتر از 2 به 2 نزدیک باشیم چه هم مقادیر کوچکتر از 2 x بزرگتر مساوی 1 دیگه. پس میشه 4 منهای 2 میشه 2. پس حد 1 منهای 3 حد 1 2. پس حد حاصل جمع میشه منهای 1. حد حاصل تفریق میشه 3 منهای میشه منهای 3 منهای 1. البته 2 میشه دیگه. میشه منهای 3 منهای 2. همه رو همینجوری حساب میکنیم. حلش هم خود کتاب آورده. میگه دو تا تابع رو اول رسم میکنم. بعد میگه نگاه کنید لیمیت f(x) به سمت 2 بره منفی 3، لیمیت g(x) به سمت 2 بره 2. حالا با توجه به قضیه حد حاصل جمع میشه حاصل جمع حدها منهای 3 به علاوه 2 منفی 1. حد حاصل تفریق میشه حاصل تفریق حدها منهای 3 منهای 2 میشه منهای 5. حد حاصل ضرب و حد حاصل تقسیم که مخرج مخالف 0. البته یه حرکت دیگه هم میشه زد طولانی بود. بچه دقت کنید اگر این تابع ها توی 2 حد نداشتن حق نداشتیم بگیم f به اضافه g هم حد نداره. اون وقت تنها راه حل این میشد که f به اضافه g رو تشکیل بدیم. اون وقت باید قضاوت میکردیم که حد داری یا نه، چون ممکنه دو تا تابع توی نقطه حد نداشته باشن ولی جمعشون حد داشته باشه. خیلی راحت میشه مثال زدن. مثلا براکت x و x منهای براکت x جفتشون مثلا تو x مساوی 2 حد ندارن، چپ و راست متفاوت دارن، ولی جمع کنیم میشه x حد دار میشه. پس این مثال مهمی بود. مثال بعدی میگه حد x4 به علاوه 3x منهای 1 وقتی x میره سمت رادیکال 2. میبینید بچه اجزای حد رو به ما گفته. میگه میدونیم x4 حدش موجوده میشه رادیکال 2 به توان 4. خیلی با جزئیات نوشته. برای شروع این کار عالیه. میگه که حد x به توان 4 هم میشه حد x به توان 4. حالا میدونیم که این تابع همانی حدش با مقدار برابر میشه رادیکال 2 به توان 4. بعدی میشه 3 تا رادیکال 2 منهای 1. پس میشه 3 به علاوه 3 رادیکال 2. بعدی x در قدر مطلق x میگه لیمیت x به سمت 3 ضرب در لیمیت قدر مطلق x به سمت 3 میشه 3 ضرب در قدر مطلق 3. آقا قدر مطلق x کجا گفتید؟ توی تمرینا بود که دیدیم بله لیمیت قدر مطلق x به سمت a بره میشه قدر مطلق a. یا این هم همینطور حد صورت موجوده 4 تا 1 دوم به توان 2 به علاوه 7. حد مخرج هم موجوده 1 منهای 1 دوم و مخالف 0. پس حد حاصل تقسیم میشه حاصل تقسیم حدها. حالا دیگه میاد قضیه رو گسترش میده، یعنی یه بخش اعظمی از توابع رو در بر میگیره. میگه آقا اگه تابع یه چند جمله‌ای بود حد تابع با مقدار تابع ثابت میشه برابره. ما جمله به جمله اینو اثبات کردیم. حالا این کار رو داریم کلی انجام میدیم. میگه اگر px بود bnxn یه عددی ضرب در x به توان n bn منهای 1 تا b1x به علاوه b0، اون وقت در هر نقطه دلخواه مانند a حد تابع با مقدار تابع برابره. یعنی لیمیت px x به سمت a بره. این مدلی هم بنویسیم قشنگه. حالا این باز شده شو نوشته، ما این مدلی بنویسیم لیمیت px وقتی x به سمت a میره میشه pa. حد تابع با مقدار تابع برابره. بچه ها بعضی وقتا این قضایی ها رو میگیم برای بعضی از بچه ها این ذهنیت غلط به وجود میاد که آقا حدگیری همون جاگذاریه. میگیم خیر نیست. برای بعضی از توابع که حدشون با مقدارشون برابره که خیلی عظیمی از توابع هم در بر میگیرن اینجوریه و این ذهنیت رو داره ایجاد میکنه. ما داریم به استناد قضیه اینو اثبات میکنیم.
میگه آقا اگر یه چند جمله‌ای داشته باشی، مثلا x به سمت 1 بره، خروجیات به همون سمت میرن که f1 شده، مقدارش با f1 برابره. این قضیه است، نه اینکه آقا حدگیری همون جاگذاریه. مثلا این در مورد براکت x اصلا اینجوری نیست. یا مثلا اگر شما برید حساب کنید لیمیت براکت منفی x2 وقتی x به سمت 0 میره، حالا با رسم شک، با استدلال، با هر چی، براکت منفی x2 رو تو همسایگی محذوف 0 مقدار ثابتش رو به دست بیارید، ببینید این حد میشه منفی 1. ولی جاگذاری کنیم که 0 که f0 0، ولی حدش منهای 1. در مورد این توابع مثل چند جمله یا اینجوریه، مثل سینوس x اینجوریه، کوسینوس x اینجوریه. یعنی داریم یه ذهنیتی داریم تو درس 5 میخوایم بگیم، ولی الان میتونیم یه تقلب شیرینی بکنیم. چی؟ بچه این توابعی که شکلشون پیوسته است، یعنی میشه کشیدشون بدون اینکه دست رو کاغذ برداشت، حدشون با مقدارشون برابره. مثلا ما می‌بینیم لگاریتم x هم برای x بزرگتر از a، برای x بزرگتر از 0 کاملا پیوسته است. پس اگه a یه عدد مثبت باشه، حد لگاریتم x به سمت a بره میشه لگاریتم a. توی لیست قضایای ما نیست، ولی نتیجه رو میشه گرفت. بریم ببینیم کار در کلاس چی گفته. توی کار در کلاس دقیقاً یه سری حدا رو پرسیده که حالا ما با اون جزئیاتی که کتاب نوشت نمی‌نویسیم. میگیم لیمیت x4 x به سمت منفی 1 بره با همون منفی 1 به توان 4 برابره. میشه منفی 1 به توان 4. خب میشه 1. بعد لیمیت 5x منهای 6 تا قدر مطلق x به اضافه 1، این موجوده، میشه 5 تا 10 به توان 3. این هم موجوده، میشه منهای 6 تا قدر مطلق 10. این هم موجوده، میشه 1. پس حد حاصل جمع و تفریقشون میشه همین حاصل جمع و تفریقی که اینجا نوشتیم، یعنی 5000 منهای 60 به علاوه 1 میشه 4941. 5000 منهای 60 به علاوه 1. یا این یکی حد صورت موجوده، میشه 4 به اضافه 8 به علاوه 4. حد مخرج هم موجوده، 4 تا 2 به توان 3 منهای 14 به علاوه 1 و حد مخرج مخالف 0. پس حد حاصل تقسیم میشه حاصل تقسیم عددها، میشه 16 به روی این هم میشه 24 میشه 11. میشه 4 تا 8 تا 4 تا 8 تا 32 تا 33 منهای 14 که 10 تاش بره میشه 23 میشه 19. میشه 16 به روی 19. حالا مقدار تابع میشه دیگه، 16 به روی 19. خب قسمت ب چی گفته؟ قسمت ب گفته نمودار تابع f در شکل روبرو رسم شده است. لیمیت x f(x) وقتی x به سمت 2 میره. میگه بچه وقتی x به سمت 2 بره، لیمیت f(x) باز اگه روی منحنی به مقصد x مساوی 2 حرکت کنیم، از هر دو طرف به این نقطه تو خالی میرسیم که y 0. پس لیمیت f(x) x به سمت 3 بره، لیمیت f(x) x به سمت 2 بره برابر با 3. پس نتیجه لیمیت x f(x) x به سمت 2 بره، بچه ها حد اولی موجود برابر 2، حد دومی موجود برابر با 3. پس حد حاصل ضرب می شود حاصل ضرب حدها. به این ترتیب. خب بریم ببینیم فعالیت بعدی برامون چی داره. خب بچه توی فعالیت باز 2 تا تابع 2 ضابطه‌ای داده. گفته ضابطه f به اضافه g را بیابید. میگیم چون شرطاشون یکی هن، کار رو بسیار بسیار راحت کرده.
بچه ها دو تا تابع رو میخوایم با هم جمع کنیم. f به اضافه gx میگی باید به ازای ورودی های یکسان خروجی ها رو با هم جمع کنیم. خب برای x کوچیکتر مساوی 2 f 4 g هم منفی 2 و این دوتا با هم جمع میشه. برای x بزرگتر از 2 f 3 g هم منفی 1. پس این 4 منهای 2 میشه 2. این 3 منهای 1 میشه 2. چقدر جالب. توی تمام نقاط f به اضافه g میشه تابع ثابت 2. پس f به اضافه gx تابع ثابت 2 برای x عضو r. میگه نمودار توابع f g و f به اضافه g را رسم کنید. خب نمودار تابع f میگه 4 برای x کوچیکتر مساوی 2 4 برای کوچیکتر مساوی 2 میشه این خط، ولی برای x بزرگتر از 2 3 x کوچیکتر مساوی 2 از 2 باید شروع کنیم از اینجا، ولی برای x بزرگتر از 2 میشه 3 به این ترتیب. اما gx برای x کوچیکتر مساوی 2 منفی 2 که این پایینه، برای x بزرگتر از 2 منفی 1. حالا 2 دیگه از 2 باید شروع کنیم. اینجا منفی 1. حالا f اضافه g هم که دیدیم تابع ثابت 2 میشه. پس شکلشون هم شکل راحتی بود که ما اومدیم رسم کردیم. خب ببینیم چه نتیجه‌ای میخواد بگیره. فکر کنم متوجه شدید که چه نتیجه‌ای میخواد بگیره. این هم جای y مساوی 2 برای f به اضافه g. میگه آیا حد دو تابع f و g در x مساوی 2 وجود دارد؟ میگیم خیر. نه وجود نداشت. حد چپ و راستشون فرق میکنه. توی f حد چپ 4، حد راست 3، توی g هم 2 تا عدد دیگه. آیا حد تابع f به اضافه g در x مساوی 2 وجود دارد؟ بله. و این حد چقدره؟ 2. f به اضافه g تابع ثابت 2 شد. f به اضافه gx تابع ثابت 2 شد. آیا می توان از قضیه حد مجموع برای محاسبه حد f به اضافه g در 2 استفاده کرد؟ خیر. چرا؟ چون حد تک تک وجود ندارد. چون حد تک تک یعنی f و g وجود ندارد. چی میخواست بگه بچه ها؟ میخواست بگه آقا این قضیه دو شرطی نیست، دو طرفه نیست. اگر دو تا تابع حد داشته باشن جمعشون تضمینی حد داره و برابر با حاصل جمع حد هاست، ولی اگر دو تا تابع حد نداشته باشن ممکنه جمعشون حد داشته باشه، ممکنه هم هست نداشته باشه. پس اینجا نتیجه لازم رو گرفته. میگه برای استفاده از قضیه حد مجموع، حد تفاضل و غیره، ابتدا باید توجه کنیم که حد توابع f و g در نقطه A موجود باشن. ببخشید فرض قضیه بود. به این ترتیب پس اینجا خودش همینو یادآوری کرده. توی کار در کلاس میگه فرض کنید توابع f و g در یک همسایگی محصوف A تعریف شدن. یعنی x میتونه به سمت A میل کنه و حد حاصل جمع موجود باشن. آیا میتوان نتیجه گرفت که لیمیت fx به سمت A و لیمیت gx به سمت A وجود دارن؟ چرا؟ میگیم خیر. مثل فعالیت بالا. فعالیت بالا هم دیدیم که حدش وجود نداشت. پس جواب میشه خیر. دیدیم حد وجود نداشت ولی حد حاصل جمع وجود داشت. یه مثال دیگه هم خودمون زدیم بچه ها. گفتیم اگر f(x) رو بگیرید x منهای براکت x، این تو هیچ نقطه صحیح حد نداره. آرم عضو z بگیرید، تو هیچ نقطه صحیح حد نداره. gx هم بگیرید براکت x، این مشکل داره، ولی جمعشون میشه تابع همانی، همه جا حد داره. یه مثال دیگه
ب میگه ثابت کنید اگر لیمیت fx به علاوه jx x به سمت a بره و لیمیت fx x به سمت a بره موجود باشه، تضمین میدیم لیمیت jx هم x به سمت a بره موجوده. خب میگیم حد حاصل تفریقه بچه‌ها دیگه. موافقید؟ اگه بخوایم ثابتش کنیم همین میشه دیگه. پس میایم میگیم که jx رو مینویسیم f به علاوه g منهای fx. حالا حد f به علاوه g x به سمت a رو x به سمت a بره رو بگیریم l، حد fx x به سمت a بره رو بگیریم l1. پس بچه ها این حد موجوده l x به سمت a بره، این حد هم موجوده l1. پس حد حاصل تفریق طبق قضیه که داشتیم میشه حاصل تفریق حدها. پس لیمیت gx x به سمت a بره میشه حد اولی l منهای حد دومی l1. پس حالا اینو میگه اگر حد حاصل جمع موجود بود و تو میدونستی که یکیشون حتما حد داره، آره اون یکی هم تضمین میدیم حد داره. ولی اگر این فرض رو نداشته باشیم نمیتونیم بگیم هر دوشون حد دارن. اگر جمع دو تا تابع حد داشته باشه و یکیشون حد داشته باشه، تضمینی اون یکی هم حد داره. از این یه نتیجه باحال میگیریم. پس اگر یکیشون حد نداشته باشه، حتما جمعشون حد نداره. F حد داره، G حد نداره. جمع و تفریقشون حد نداره. راحت با برهان خلف و همین قسمت ب میشه اثبات کرد که اگر بخواد حد داشته باشه دچار مشکل میشه. خب فعالیت بعدی میگه شکل رادیکال x به علاوه که واسهتون رسم کردیم. حد رادیکال x به علاوه که x به سمت 3 هی داره توابع و گسترش میده. حالا ما یه حرف کلی زدیم دیگه. بچه‌ها قطعه‌ای که میبینید از تابع رادیکال x کاملا پیوسته است. میشه رسمش کرد بدون که دست رو کاغذ برداشت. پس حد تابع با مقدار تابع توی x بزرگتر از -1 برابره. پس x به سمت 3 بره میشه رادیکال 3 به علاوه 1 میشه رادیکال 2. و این اتفاق برقراره. بله این برقراره، تیک میخوره. این هم که میشه رادیکال 4 که میشه 2. حالا اومده اینجا قضیهش رو گفته. میگه فرض کنید تابع f در نقطه A حد دارد و در همسایگی محصوف A بزرگتر مساوی 0 نامنفیه. اون وقت حد رادیکال fx با رادیکال حد fx x به سمت A بره برابره. حالا میگم بریم تو درس 5 بیشتر درک میکنیم این قضیه رو. میبینیم که آره تابع حد از تمام توابع پیوسته میتونه عبور کنه. مثلا وقتی fx رو میگیم که مثبته نامنفیه، پس این رادیکال fx پیوسته است، پس این میتونه بره داخل رادیکال. پس حد رادیکال fx با رادیکال حد fx برابره. این حرف راجع به فرجه n هم درسته. میگه اگر برای هر عدد طبیعی n فرجه n fx در یک همسایگی ها تعریف شده باشد، البته اینجا یه ایرادی داره بچه‌ها، متوجه شدید ایرادش چیه؟ اونم اینه که فرجه از 2 شروع میشه. پس هر عدد طبیعی بزرگتر مساوی 2. اینجا باید اینو بنویسیم. n بزرگتر مساوی 2. فرجه 1 که تعریف نکردیم که. پس لیمیت فرجه n fx به سمت a با فرجه n لیمیت fx به سمت a بره برابره. یه اتفاق داره میفته، داره همینطوری گسترش میده توابع و که حدشون چجوری حساب میشن. جمع و تفریق و ضرب و تقسیمشون هم بلدیم، پس دیگه حد رو راحت حساب میکنیم بدون رسم جدول، بدون رسم شکل. مثلا اینجا اومده مثال زده، میگه برای انهای زوج a باید مثبت باشد. حد فرجه n x به سمت a بره میشه فرجه n a. ولی اگر n فرد باشه a عضو r میشه. پس مثلا حد رادیکال 2x منهای 1 بر روی 3x منهای 4x به سمت 1 بره، میگیم حد صورت موجود رادیکال 2 منهای 1، حد مخرج موجود 3 منهای 4 خوشبختانه مخالف 0. پس حد حاصل تقسیم میشه حاصل تقسیم حدها. باز بچه‌ها آقا دیگه داری الکی میگی دیگه، ببین حد همون جاگذاریه دیگه، 1 رو برداشته گذاشته این تو. میگیم
با قضایایی که گفت به این نقطه رسیدیم که این تابع مثلا حدش توی 1 با مقدارش توی 1 برابره. برای این داره این اتفاق میفته، چون بعدا میبینید این تابع توی 1 پیوسته است ولی حد همون جاگذاری نیست. خیلی اصرار داریم روی این مانور بدیم، تکیه کنیم. مثلا وقتی x به سمت 4/3 بره، شما حق ندارید x رو بذارید 4/3 که، یا مثلا جلوتر بریم خیلی جا میبینید حد موجود مقداره اصلا نیست، کما اینکه تو شکلام تو درس 1 داشتیم. پس خواهشاً اینجوری فکر نکنید چون برای یه سری توابع میرسیم به اینکه حد تابع با مقدار تابع برابره، نتیجه بگید آقا حد همون جاگذاریه. اگر دارید جاگذاری هم میکنید باید بدونید چه حرکتی میزنید. برای همین من این نوشتن کتابو خیلی میپسندم. بچه‌ها از اینجا میان اینجا، حداقل این 2 مرحله باید تو ذهنتون اتفاق بیفته، بگذره که این قضایا اعمال شده تا ما رسیدیم به اینجا و بعدش هم -1. رسیدیم به حد توابع مثلثاتی. میگه تابع‌های سینوس کوسینوس رو رسم می‌کنیم. می‌بینیم باز اگه اون کلکی که ما گفتیم تابع‌های کاملا پیوستن میشه رسمشون کرد بدون که دست رو کاغذ برداشت تو هر بازه‌ای. میگه می‌بینیم این اتفاق میفته، حد سینوس x به سمت p6 بره میشه سینوس p6، این میشه سینوس p6. حد کوسینوس x به سمت p6 بره میشه کوسینوس p6. حالا این رادیکال 3/2، این 1/2. حد سینوس x به سمت p بره میشه سینوس p که حالا مثلا 0. اینا رو هم بنویسیم دیگه یادآوری بشه. سینوس p6 1/2، این رادیکال 3/2. این هم میشه کوسینوس p -1. خب میگه آیا مقدار حد تابع سینوس x در p6 با مقدار سینوس p6 برابر است؟ میگیم بله برابره، چون همون جایی که حد میرسه همونجا هم مقدار تابع پر میشه. آیا مقدار حد تابع کوسینوس x در p6 با مقدار کوسینوس p6 برابر است؟ اینم بله برابر است. خب قضیه میگه برای هر عدد حقیقی آ لیمیت سینوس x به سمت آ میره سینوس آ، لیمیت کوسینوس x به سمت آ بره میشه کوسینوس آ. دوباره الان نگید آقا دیگه ببین خودت جاگذاری، میگیم قضیه است، اثبات میشه در مورد تابع سینوس x تو هر نقطه حدش با مقدارش برابره، ولی حد همون جاگذاری نیست. در مورد این توابع خاص اینجوریه، دلیلش هم گفتیم چون پیوستن، ولی همه توابع این ویژگی رو ندارن. پس مثلا اگر لیمیت 2 تا کوسینوس 2x منهای سینوس x بخواد x به سمت p6 بره، حد اینو به تنهایی بلدیم، میشه 2 تا کوسینوس 2 p6، حد اینم میشه سینوس p6. پس حد حاصل تفریق میشه حاصل تفریق حدها، میشه 2.5. بریم سراغ کار در کلاس. میگه مقدار حدهای زیر را حساب کنید. خب بچه‌ها حد صورت موجوده، پی که ضریب عددیه میشه پی کوسینوس پی، حد مخرجم موجوده میشه منهای پی، این کوسینوس منهای پیه، منهای پی منها. حد مخرجم موجوده منفی پی مخالف صفره، کوسینوس منفی پی که میشه -1، حالا کوسینوس پی هم بود میشد -1، میشه منفی پی به منفی پی میشود 1. یا این یکی آقا خب چرا نمیشه تانژانت x؟ چون میخواسته نتیجه بگیره، تا حد تانژانت x هم با توجه به اون قضیه میتونه بگی به شرطی که کوسینوس x 0 نشه. حد سینوس x به کوسینوس x میشه سینوس پی سوم، حد صورت موجود سینوس پی سوم، حد مخرجم موجود کوسینوس پی سوم، پس میشه رادیکال 3/2 به 1/2 میشود رادیکال 3. تذکر همه قضایا و فعالیت‌های بیان شده درباره حد دو طرفه برای حد چپ و حد راست نیز برقرارند. یعنی اگه حد راست موجود داشته باشیم برای تابع f، برای تابع g هم حد راست وجود داشته باشیم، حد حاصل جمع از راست با حاصل جمع حدها از راست برابره.
اینجا مثلا نوشته در مورد حد چپش اول نوشته، بعد در مورد حد راستش، به این ترتیب همه اینا رو گفته. حالا این جالبه، لیمیت x منهای براکت x به روی x2 به اضافه 2 وقتی x هم مقادیر کمتر از 1 به 1 نزدیک میشه. من اصرار دارم، حالا با اینکه کتاب لطف کرده انقدر خوشگل و خوانا نوشته، ولی اصرار دارم، این اولویت داره به کار کتاب، قبل از اینکه شروع کنیم حد گرفتن ببینیم آقا این مقدار براکت تاب ثابته، اول مقدارش رو بنویسیم، به این کار عادت کنیم. وقتی x از همسایگی چپ یک از مقادیر کمتر از 1 داره به 1 نزدیک میشه، براکت صفره. پس اول کار ما مقدار این براکت رو میذاریم 0، بعد بقیه کارا رو انجام میدیم دیگه. حالا میریم سراغ بقیه داستان، یعنی هیچ حدگیری انجام ندادیم، براکت رو برداشتیم جاش مساویشو گذاشتیم. این خیلی نکته مهم و به درد بخوریه. یا مثلا میگه حد کوسینوس x منهای سینوس x به سمت 0 مثبت بره، میشه حد اولی کوسینوس 0 منهای حد دومی سینوس 0، میشه 1 منهای 0 برابر میشه با 1. خب بریم سراغ کار در کلاس. یه دونه حد داده، میگه لیمیت اینو وقتی x به سمت 2 مثبت بره حساب کنید. میگیم لیمیت رادیکال x منهای 2 به روی براکت x به علاوه 2 وقتی x هم مقادیر بزرگتر از 2 به 2 نزدیک میشه. ببین بچه‌ها، قبل از اینکه هر کاری انجام بدیم براکت رو بر میداریم جاش مساویش رو میذاریم. یعنی آقا این براکت اول کار میشه چقدر؟ 2. x خورده از 2 بیشتر x تو همسایگی راست 2 جزء صحیحش میشه 2. پس ما داریم از تابع رادیکال x منهای 2 به 4 حد میگیریم وقتی x میره به سمت 2 مثبت. حالا میگیم x منهای 2 تو همسایگی راست 2 یه عدد مثبته، پس حد رادیکالش میشه رادیکال حدش میشه رادیکال 2 منهای 2 به 4 یعنی 0.4. بله، ثابت کردیم که اگر شکل این تابع رسم بشه x ها را که به سمت 2 میبریم از راست، این تابع به چی نزدیک میشه؟ 0. از چپ چی؟ میگیم از چپ مشکل پیدا میکنه چون زیر رادیکال تعریف نمیشه، اصلا x نمیتونه از مقادیر کمتر از 2 به 2 نزدیک بشه. یعنی این تابع تو 2 حد نداره چون حد چپ نداره. چرا حد چپ نداره؟ چون اصلا تو همسایگی چپ 2 تعریف نشده. پس از این جهت خیلی مهم بود، کار در کلاس خوبی بود. بریم سراغ تمرینا که بله اکثر تمریناش شاید شما رو هی قلقلک بده که آقا ببین دیگه حد یعنی جاگذاری، که نه، همشون به استناد اون قضیه است، ولی در صورتی که اکثرشون هم میبینیم آره اون اتفاق داره توشون میفته، ولی یه قضیه رو داریم چک میکنیم. خب سوال 1 گفته مقدار حدهای زیر رو حساب کنید. ببریمشون پای تخته حل کنیم، هرچند که حدهای ساده این و راحت میشه حسابشون کرد. الف اومده گفته که الف لیمیت رادیکال x منهای 9 وقتی x به سمت 9 بره، رادیکال x منهای 9 به توان 3. پس میگیم که آقا این مساوی میشه با توان 3، لیمیت میتونه بره داخل، میشه لیمیت رادیکال x منهای لیمیت 9 x به سمت 3 بره 9 بره کلش به توان 3. پس میشه رادیکال 9 3 منهای 9 به توان 3 میشه منفی 6 به توان 3 منفی 216. بله تو این تابع x ها رو که به 9 نزدیک میکنیم f(x) همون به منفی 216 نزدیک میشن. یا مثلا قسمت ب لیمیت منفی 6x7 منهای 4x2 به علاوه 5 وقتی x میره به سمت منفی 1. یه چند جمله‌ایه، دیدیم که حد یه چند جمله‌ای با مقدارش برابره، پس میشه منفی 6 تا منفی 1 به توان 7 منهای 4 تا منفی 1 به توان 2
به علاوه 5. پس میشه مثبت 6 منهای 4 به علاوه 5. یعنی میشه 7. x ها رو که به منفی 1 نزدیک میکنیم، این تابع درجه 7 به 7 نزدیک میشه. تصادفی درجه اون عدد برابره، ربطی به هم نداره. یا قسمت پ الکی شلوغش کرده ولی هیچ مشکلی وجود نداره برای حلش. اومده گفته لیمیت x به علاوه p در 3x به علاوه 5 به روی 3x به علاوه 6 در x3 به علاوه 1 وقتی x میره به سمت منفی 5/3. بچه حد صورت یه حاصل ضرب دو تا درجه‌ای که حد تک تک موجوده و حد تابع با مقدار تابع برابره. پس این میشه منفی 5/3 به علاوه p. این میشه منفی 5 به علاوه 5. میفهمیم چرا شلوغش کرده بود، چون یکی از عامل‌های صورت صفر میشه، پس کلا صورت رو صفر میکنه. مخرج هم که مخالف صفر حده میشه صفر. این میشه منهای 5 به علاوه 6. این هم میشه منفی 5/3 به توان 3 به علاوه 1. میگیم حد صورت موجوده برابر با صفره. حد مخرج هر چی هست مخالف صفره، پس حد حاصل تقسیم میشه حاصل تقسیم حدها. پس جواب میشود 0. یا قسمت ت میگه لیمیت 1 منهای x2 به x2 منهای 4 وقتی x میره به سمت رادیکال 2 از سمت مقادیر بیشتر. هیچ فرقی بیشتر یا کمترش نداشت. میگه x به سمت رادیکال 2 بره x2 به سمت 2 میره، پس حد صورت 1 منهای 2، حد مخرج 2 منهای 4، میشه منفی 1 به منفی 2، میشه مثبت 1/2. حاصل این حد میشه. یا قسمت 3 نقطه میگه لیمیت رادیکال 4x2 به علاوه 6x وقتی x به سمت 1/2 میره. خب زیر رادیکال تو همسایگی 1/2 حدش رو حساب کنیم یه عدد مثبته، پس حد لیمیت رادیکال میشه رادیکال لیمیت رادیکال حد میشه 4 تا 1/2 به توان 2 به اضافه 6 تا 1/2. پس میشه یک به علاوه 3 میشه رادیکال 4 میشه 2. x ها رو به 2 که نزدیک میکنیم 1/2 نزدیک میکنیم، رادیکال 4x به علاوه 6x به 2 نزدیک میشه. حد سینوس x به x به علاوه کوسینوس x، لیمیت سینوس x به روی x به علاوه کوسینوس x. حالا x به سمت صفر مثبت، حد صورت موجود سینوس صفره که میشه 0، حد مخرج موجود 0 به علاوه کوسینوس صفره، پس میشه 0 به روی 0 به علاوه 1 میشه 0. اینجا قشنگ حواستون رو جمع کنید، میفهمید که چه چالشی ممکن بود به وجود بیاد اگر این کوسینوس x مثلا بود سینوس x، اون وقت مخرجم 0 میشد، اون وقت این حد این پشت قفل میموند، اصطلاحاً قفل میشد تا ما اینو از این حالت خارج کنیم که بتونیم از قضیه خارج قسمت، حد خارج قسمت استفاده کنیم. یا مثلا قسمت چه میگه لیمیت قدر مطلق کوسینوس x به x منهای p وقتی x میره به سمت p2. خب میشه قدر مطلق کوسینوس p2 به p2 منهای p، یعنی 0 به منفی p2. جواب میشه 0. x ها رو که p2 نزدیک میکنیم قدر مطلق کوسینوس x به x منهای p به 0 نزدیک میشه بچه ها. پس 7 تا حد خیلی ساده داشتیم که با قضایه حد به دست اومد. سوال 2 میگه فرض کنید f یه تابع باشه، حدش تو 1 میدونیم 3، حدش تو 2 هم 3. میگه آیا میتوان گفت f حتما تابع ثابت 3؟ میگیم به هیچ وجه.
مثل اینکه بگه تو دو تا مقدار f1 3 f2 3 و تاب ثابت. نه، تو دو تا نقطه حدش شده 3. اشکال نداره که مثلا خیلی آقا میتونی مثال بزنی که اینجوری باشه، خیلی راحت این کارو میکنی. بچه ها مثلا fx رو بگیرید، x منهای 1 در x منهای 2 کلش رو به علاوه 3 کنید. یه سهمی یه تابع درجه 2 تابع ثابت نیست، ولی x به سمت 1 بره این میشه 0 به علاوه 3 میشه 3، x به سمت 2 هم بره این میشه 0 به علاوه 3 میشه 3. پس این فرض برقراره ولی تابع ثابت نیست، پس جواب خیره. سوال 4 یعنی ببخشید سوال 3 میگه تابع g را به گونه‌ای تعریف کنید که داشته باشیم لیمیت jx تقسیم بر x2 منهای 1 مساوی 4. خب میگیم این میشه لیمیت jx. از اون مسائلی که بی شما جواب داره، خواهشی که ازتون دارم جوابی که من میدم و شما ندید یه جواب دیگه براش پیدا کنید. x به سمت 2 بره 2 به توان 2 4 منهای 1 3 شده 4. پس تابعی مثال باید بزنیم که حدش توی 2 بشه 12 که 12 تقسیم بر 3 شده 4. خب خیلی مثالا میشه زد. مثلا x به سمت 2 بره مثلا 6x، مثلا jx رو میتونیم بگیم 6x. یه مثال خیلی ساده. یا یه نفر میگه آقا من میخوام x2 داشته باشه. خب x2 توی 2 میشه 4، 3x2 3x2 هم توی 2 میشه 12. عالیه. همینجوری یه عالمه مثال میتونید بزنید. بی شمار جواب داره. ما یکیشو مثال زدیم که x به سمت 2 بره بشه 12. چهارمی میگه نشان دهید اگر لیمیت fx x به سمت a بره بشه l، آنگاه لیمیت fx منهای l هم x به سمت a بره 0. آیا عکس این مطلب هم درسته؟ ما الان میخوایم نشون بدیم که بله عکسش هم درسته. پس بریم پای تخته و اینو اثبات کنیم چون قضیه فوق العاده مهمیه. پس ما یه قضیه داریم اگر و فقط اگره، یعنی دو تا قضیه هست عملا. جای مبدأ و مقصد عوض میشه، فرض و حکم عوض میشه. تو نگاه اول فرض اینه لیمیت fx x به سمت a بره l، حکم چیه؟ لیمیت fx منهای l x به سمت a بره 0. خب میگیم این ورش که خیلی ساده است. چرا؟ چون همون قضیه حد حاصل تفریق دیگه. بچه jx رو بگیرید l تابع ثابت l. الان لیمیت jx x به سمت a بره چقدر میشه؟ l دیگه. پس میگیم لیمیت fx منهای jx یا منهای l وقتی x به سمت a میره همون لیمیت fx منهای jx وقتی x به سمت a میره. این هم همون حد حاصل تفریقه. حد حاصل تفریق. خب چه دیتایی داریم؟ میدونیم حد fx موجوده طبق فرض، حد jx هم موجوده چون تابع ثابته. پس میشه لیمیت fx x به سمت a بره منهای لیمیت jx x به سمت a بره. حد اولی l، حد دومی هم l ایول. ثابت کردیم که لیمیت fx منهای l 0. حالا برعکس یعنی چی؟ یعنی فرض ما این باشه که لیمیت fx منهای l وقتی x به سمت a میره 0، حکم اینه که آقا لیمیت fx x به سمت a بره l. حواسمون هست تو همه اینا دیگه. l یه عدد حقیقیه، با یه عدد حقیقی سر و کار داریم. اینو باید کتاب قید میکرد. مثلا حالا حدی که سال بعد میخونیم بی نهایت نیست. بچه توجه کنید اینجا دیگه ما نمیتونیم حد الان پخش کنیم. چرا؟
چون خبری نداریم که حد fx موجوده یا نه، این جزء حکم ماست. خب میگیم چیکار کنیم؟ میگیم خب اونجا ایده داده دیگه، مگه fx رو نمیخوایم؟ میگیم fx رو بنویسیم fx منهای l به علاوه l، یعنی عین اون کار در کلاسی که حل کردیم، یعنی fx منهای jx که دیگه نمیخواد دیگه، حالا مثلا به اضافه jxش کنیم، مهم نیست. حالا حد بگیریم. پس لیمیت fx x به سمت a بره میشه لیمیت fx منهای l، x به سمت a میره به اضافه لیمیت l x به سمت a میره. آقا چی شد؟ میگیم الان این حدش رو خبر داریم، موجوده طبق فرض. حد اینم که عدد ثابت موجوده طبق قضیه که داشتیم، پس میشه 0 به علاوه l. پس تابع f هم تو a حد داره، حدش l. پس این قضیه دو شرطیه و فوق العاده پرکاربرده. لیمیت fx x به سمت a بره l اگر و تنها اگر لیمیت fx منهای l x به سمت a بره 0 بشه. خب با این اوصاف بچه ها درس سوم هم تموم شد. حالا میریم سراغ یه درس خیلی جدی. بیشترین حدی که ما باش مواجه میشیم هم حد صورت صفره هم حد مخرج صفره. حالا یاد میگیریم با این تیپ حدها چجوری مواجه بشیم و چگونه حلشون کنیم خواهیم دید. خب بچه بریم سراغ سوال 5. میگه توابع زیر را در نظر بگیرید. 4 تا تابع به ما داده. حالا ما اینجوری نامگذاریشون میکنیم. f1x تابع منفی 2 برای x کوچکتر از 1، 2 برای x بزرگتر از 1. بعد براکت x f2x براکت x منهای 1، بعد f3x x2 منهای 1 و f4x به اضافه 3x به علاوه 2. خب قسمت الف پرسیده کدام یک از اینا توی یک حد دارن. خب میگیم f4 که چند جمله‌ای واضح حد داره. لیمیت f4x x به سمت 1 بره میشه 3 تا 1 به علاوه 2 میشه 5. و تابع x2 منهای 1 هم واضح حد داره. لیمیت f3x هم وقتی x به سمت 1 بره میشه 1 منهای 1 میشه 0. اما f2x میدونیم حد چپ و راستش فرق میکنه. لیمیت f2x x بره به سمت 1 هم مقادیر بیشتر میشه 1 منهای 1 0. ولی لیمیت f2x x بره به سمت 1 از سمت چپ به 1 نزدیک بشه مقادیر کمتر میشه 0 منهای 1 میشه منهای 1. پس لیمیت f2x x به سمت 1 بره وجود ندارد. اینم از این. همین اتفاق راجع به اینم میفته. لیمیت f1x x به سمت 1 بره مقادیر کمتر میشه منفی 2. لیمیت f2x x به سمت 1 بره مقادیر بیشتر میشه 2. پس لیمیت f1x هم اینم f1 باز میخوام. پس لیمیت f1x هم x به سمت 1 بره وجود ندارد. حالا سوالای خیلی مهمی رو پرسیده بچه ها. گفته توی اینا 2 تا تابع f و g رو جوری انتخاب کنید از این 4 تا که هم f هم g هم f به اضافه g بچه ها توی یک حد دارن. میگیم خب اینجا مشخصه کدوم رو باید انتخاب کنیم دیگه. این دوتا توی یک حد داشتن. پس fx مثلا x2 منهای 1 بگیریم، gx رو 3x به علاوه 2 بگیریم. خب f به علاوه g میشه x2 به علاوه 3x به علاوه 1. پس این سطر اول این جدول. سطر دوم میگه تابع f ضرب در g در یک حد داره اما تابع f در یک حد نداره. خب اونی که حد نداره یا اینه یا اینه. چرا هم حد ندارن؟ حد چپ و راستشون فرق میکنه. حالا میگیم این x به سمت 1 بره حدش میشه چقدر؟ 0.
پس ضرب در حد چپ و راست اون بره جفتشو میکنه صفر، حددار میشه. پس اونی که حد داره، حد نداره fx مون چه میتونه باشه چه این، هیچ فرقی نمیکنه. یا براکت x منهای 1 رو بردارید یا منفی 2 برای x کوچکتر از 1 یا و 2 برای x بزرگتر از 1، هر کدوم. اما jx رو دیگه نمیتونید 3x به علاوه 2 بردارید، چون 3x به علاوه 2 تو یک حدش 5، ضرب در این تابع بدون حد بشه حد چپ و راست رو 5 برابر میکنه. حد چپ میشه منهای 10، حد راست میشه 10، بازم حد نداره. ولی وقتی x2 منهای 1 رو برمیداریم این حاصل ضرب میشه 0، میشه منفی 2 تا x2 منهای 1 برای x کوچکتر از 1، 2 تا x2 منهای 1 برای x بزرگتر از 1. حالا x به سمت 1 بره حد چپ 0، حد راست هم 0، پس حد حاصل ضرب موجود 0. پس میشه حالتی رو مثال زد که یه تابع حد نداشته باشه، یه تابع دیگه حد داشته باشه و حاصل ضربشون هم حد داشته باشه. در این حالت مطمئنمونی که حد داره حدش 0، در غیر این صورت حاصل ضربشون بدون حد میشه. میگه توابع f و g در یک حد راست دارن. خب هر 4 تاشون توی یک حد راست داشتن، پس این چیزی رو به ما نمیده. اما تابع f تقسیم بر g در یک حد راست ندارد. خب میگیم که آها براکت x منهای 1 از سمت راست یه خورده بیشتر از یک تابع ثابت 0، پس اگر بره تو مخرج دامنه رو دچار مشکل میکنه. پس میگیم که fx رو هر کدوم از این 4 تا که بخوایم میتونیم مثال بزنیم، مثلا همین x2 منهای 1 برمیداریم، ولی jx رو فقط براکت x منهای 1، یعنی میشه x2 منهای 1 به براکت x منهای 1. میبینید x از مقادیر بیشتر از 1 بخواد به 1 نزدیک بشه مخرج 0 میشه، تقسیم بر 0 هم تعریف نمیشه. میگه تابع f2 در یک حد دارد اما تابع f در یک حد ندارد. میگیم این چپ و راستش منفی 2 و 2 بود، به توان 2 برسه میشه 4 و 4. خب جواب همینه. پس fx منفی 2 برای x بزرگتر از کوچکتر از 1 و 2 برای x بزرگتر از 1. به توان 2 برسونیم 4 برای x مخالف 1. توان 2 همه جا 4 میشه به غیر از 1 که تعریف نمیشه. پس حدش x به سمت 2 بره، x به سمت 1 بره موجوده و میشه 4. میگه تابع f در یک حد دارد اما تابع رادیکال f در یک حد ندارد. آها میگیم این 3x به علاوه 2 حدش تو یک 5 بود، پس جذر بگیریم چون همسایگیش مثبت بود تعریف میشه، جذرش هم میشه رادیکال 5. ولی این حدش 0 بود، پس از یه طرف نمیتونه نزدیک بشه. پس fx ما فقط x2 منهای 1 میتونه باشه. چرا آقا این دوتا رو انتخاب نمی کنی؟ چون گفته حد داره، اون دوتا حد ندارن. پس میشه x2 منهای 1، این هم میشه رادیکال x2 منهای 1. چه مشکلی داره الان توی 1؟ اصلا تو همسایگی چپ 1 تعریف نمیشه. دامنه این تابع g الان میشه منفی بی نهایت، دامنه این تابع رادیکالیه، تا منهای 1 اجتماعش با 1 تا مثبت بی نهایت. میبینید اصلا از سمت چپ توی 1 تعریف نمیشه، پس تابع رادیکال f توی 1 حد نداره. خیلی تمرین جالبی بود و قشنگ به ما نشون داد که اون قضیه دو شرطی نیست. بریم سراغ سوال 6. سوال 6 بچه‌ها میگه اگر حد تابع f در آ موجود باشد اما تابع g در آ حد نداشته باشد، در مورد وجود حد تابع f به علاوه g چه میتوان گفت؟ قبلا هم اشاره کردیم با توجه به اینکه کار در کلاسه که وجود نداره. حالا میگیم فرض کنیم وجود داره. برهان خلف. فرض خلف f به اضافه g در آ حد دارد. خب یه فرضم خود مسئله داره f در x مساوی آ حد دارد. خب دو تا تابع که توی نقطه حد داره تفاضلشون هم حد داره. قضیه تفاضل
پس F به اضافه G منهای F در A حد دارد. یعنی F با F میره، در نتیجه G در A حد دارد. خلاف فرضه، تابع G تو A حد نداشت. پس نتیجه میگیریم F به علاوه G نمیتونه تو A حد داشته باشه. اشاره هم کردیم یه تابع تو نقطه A حد داشته باشه، یه تابع دیگه حد نداشته باشه، جمع و تفریقشون تو A حد ندارن. بریم سراغ سوال 7. قشنگه، برای کتاب نمونهش جدیده. میگه ب رو طوری تعیین کنید تا این توی -1 حد داشته باشه. خب بچه ها میگیم حد چپ و راست رو باید حساب کنیم، بعد چه کنیم؟ برابر بذاریم. میگیم اول بریم سراغ حد راست. لیمیت f(x) x به سمت -1 بره از سمت مقادیر بیشتر تابعی که درگیر 3x به علاوه bه. وقتی x به سمت -1 میره پس میشه منهای 3 به علاوه ب. پایینی لیمیت f(x) x به سمت -1 بره از سمت چپ تابعی که درگیر x2 به علاوه براکت x به روی قدر مطلق x. خب بچه ها اول منهای 1، اول یه خودم منهای کمتره، تکلیف براکت میشه -2، میشه x2 منهای 2، داخل قدر مطلق هم منفی میشه منهای x. حالا حد صورت موجود -1 منهای 2، حد مخرج هم که 1 میشه -1. پس حد چپ -1، حد راست منهای 3 به علاوه b. منهای 3 به علاوه b باید بشه -1، پس b در میاد 2. اگر ما b رو 2 تعریف کنیم این تابع توی -1 حد خواهد داشت. از این نظر سوال جالبی بود. و سوال آخر بچه ها، سوال 8 گفته در شکل زیر نمودار f و g رسم شدن، با استفاده از نمودارها مقدار این حدها رو بگید. خب x به سمت -2 بره، حد jx، میگیم x به سمت -2 بره، jx حدش 2، پس میشه 2 تا 2 تا منهای حد fx. fx توی 2 حدش 0، منهای 0 میشود 4. حد fx به jx وقتی x به سمت 0 بره، حد jx به fx، میگیم آقا x به سمت 0 بره از راست، حد راست jx حدش 0، اون حدش 1 میشه 0. از چپ jx باز حدش 0 ولی این یکی حدش منهای 1، ولی 0 به منهای 1 باز میشه 0. پس این حد وجود داره 0. میگه لیمیت -3 تا رادیکال jx x به سمت -3 بره، x به سمت -3 بره تمام به 1 داره نزدیک میشه، پس میشه منهای 3 تا رادیکال 1، میشه منهای 3. میگه فرج 3 8 تا jx x به سمت 2 بره، میشه فرج 3 8 تا jx x به سمت 2 بره داره به 3 نزدیک میشه. راجع به jx پرسیده، بله. پس x به سمت 2 نزدیک میشه، میشود فرج 3 24، میشه 2 تا فرج 3 3. بچه توی این قسمت ها مهمترینش همین قسمت jx به fx بود که ما رو مجبور میکرد حد چپ و راست رو جدا کنیم. خب به این ترتیب درس سوم هم تموم شد. باید بریم سراغ درس چهارم که فوق العاده درس مهمی است و حدهایی رو مورد مطالعه قرار میده که هم حد صورت 0 هم حد مخرج. امیدوارم از درس امروز لذت برده باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.